سلام، به رادیو راوک خوش اومدی. داستان امروزمون بی‌نظیرترین داستان کانالمونه. پس لطفاً تا انتها همراه من باشید. مطمئنم شگفت زده میشید. قبل از شروع کردنش لایک یادتون نره. بریم سراغ داستان. من فرزند دوم خانواده بودم که 6 تا خواهر و برادر بودیم. 3 تا دختر، 3 تا پسر. وضع مالی خوبی داشتیم. بابام عاشق بچه‌ها بود. خانوادمون پر جمعیت بود و پدرمونم مقتدر و کوشا بود. تو موفقیت زبون زد همه فامیل بود. مادرم خانمی آروم و قانع و مطیع. زیاد کاری به ما نداشت. با این حال نسبت به دخترها حساس بود. زیادی گیر میداد. منم که آروم و مطیع بودم ولی به هم سخت میگرفتن و گیر الکی میدادن. وقتی اول دبیرستان بودم فکر میکردم خیلی زشتم. اعتماد به نفس پایینی داشتم. ولی 2 سال بعدش که سال آخر بودم فهمیدم نه بابا. منم براره‌ای دارم. قد بلند و پوست روشن و موی خرمایی. لاغر و اصطلاحاً باربی. اینا رو با متلکایی که پسرا تو خیابون به هم مینداختن فهمیدم. کم کم تو محل خواستار زیادی پیدا کردم و کمی شیطنتم گل کرده بود. چند تا دوستم داشتم که کمی تشویقم میکردن برای شیطنت. ولی من خیلی پامو از حدم فراتر نمیذاشتم. چون میدونستم نباید خانوادم بفهمن. خیلی حواسمو جمع میکردم. از اطراف خیلی پیشنهاد دوستی داشتم. ولی اهمیت نمیدادم. با این وجود خانوادم سختگیری‌های خودشونو داشتن و همیشه برادر بزرگترم و حتی اون کوچیکه به هم گیر میدادن. دیگه کلافه بودم. ترم آخرم و نتونستم خوب پاس کنم و پیش دانشگاهی موند برای سال بعدش. با اینکه یکی از درس خونای فامیل بودم و به هم میگفتن نابغه، حواسم سر جاش نبود. دلم میخواست پرواز کنم. دلم میخواست یه عشقی داشته باشم. دلم میخواست از تفکرات خانوادم دور باشم. هوایی شده بودم. انگار تو قفس بودم. تو همین اوضاع 5-6 تا خواستگار مختلف فرام اومد. از اونجایی که پدرم سرشناس و محترم بود، هر کس منو میدید و میفهمید همچین پدری دارم سری دست به کار میشد. همین باعث شد فکر کنم ازدواج راه در رفتن منه. با ازدواج میتونم رها بشم. یکی از خواستگارام افشین بود. یه کارمند ساده که پدرش خونه نشین و بیمار بود. مادرش یه خانم به تمام معنا و همه از خانوادش تعریف میکردن. از اونجایی که من تجربه خاصی از مردها نداشتم، پس معیار خاصی هم نداشتم. فقط ظاهرشو پسندیدم و دیدم که صدای خیلی زیبایی داره. سر و زبون دار بود و خوب حرف میزد. منم فکر کردم خب بقیه چیزهام خوبه دیگه. البته بیشتر خانوادم پسندیده بودن که منم نظرم مثبت بود. مادرم هرگز از معیارهای زندگی صحبت نکرده بود. فقط به هم اجازه داده بود حسابی کند بانوگری کنم. اونم چون به نفع خودش بود و کمک حالش بودم. آشپزی بلد بودم و فوق‌العاده هم به خونه‌داری علاقه داشتم و سلیقه به خرج میدادم. تازه 19 رو تموم کرده بودم که افشین اومد خواستگاری و ظرف 2 ماه بدون سختگیری و تجملات عروسی کردیم و من بدون اینکه حرفی بزنم رفتم با مادر شوهرم توی یه خونه زندگی کردم. افشین از صبح زود میرفت سر کار تا عصر. بعدش میرفت مسافرکشی و تا دیر وقت بیرون بود. هر روز برای مادرش خرجی میذاشت. برای منم میذاشت. ولی خیلی کم بود. از پول تو جیبی خونه بابامم کمتر بود. با این حال هیچی نمیگفتم. دوست داشتم عاشقانه زندگی کنم و هیچ وقت دنبال پول نبودم. همیشه چشمم از پول و طلا پر بود. به قول معروف چشم و دل سیر بودم. حتی نمیدونستم قسط چیه. یه روز از افشین معنی قسط و وام و رهن پرسیدم و اون بهم گفت. خیلی چیزا که تو خونه بابامم نشنیده بودم. براشون عجیب بودم که من اینا رو نمیدونستم و باور نمیکردن که پدرم هیچ وقت نذاشته بود ما درکی از مسائل مالی داشته باشیم. چند ماه اول زندگی سرگرم به زندگی و خونم بودم. ولی 5 ماه بعد دچار افسردگی شدم. چون نمیتونستم
خودم رو به این زندگی عادت بدم. یه روز با اصرار مادر شوهرم که گیر داده بود چرا کم حرف شدی و همش تو اتاق خودتی به حرف اومدم. بهش گفتم دلم میخواد زندگی مستقل باشه. اونم گریه کرد و گفت من همین یه خونه رو دارم که پدر شوهرم به نامش کرده بود. فقط میتونه اینجا رو بفروشه و 2 آپارتمان بگیره. که البته بچه‌های دیگه هم باید راضی باشن. البته من 2 خواهر شوهر مجرد داشتم که با ما زندگی میکردن و 2 دیگه داشتم که ازدواج کرده بودن. یک برادر شوهرم داشتم که اونم ازدواج کرده بود و منم بهش گفتم من منظورم این نبوده. بلکه دوست دارم شوهرم خودش داشته باشه. ولی مادر شوهرم خونه رو گذاشت برای فروش که البته مشتری هم نداشت. اینا رو گفتم که بدونید تو شرایط ایدئالی زندگی نمی کردم. حتی تمام لباسایی که از خونه بابام آورده بودم استفاده می کردم و خیلی کم خرید می کردم. همیشه پس انداز می کردم. ولی بازم چیزی دستمون رو نمی گرفت. به خانوادم هم نمی گفتم. خجالت می کشیدم و فکر می کردم خوبیت نداره و شوهرم رو شرمنده می کنم. 8 ماه از ازدواجمون گذشته بود که به اصرار شوهرم و این که می گفت من عاشق بچم باردار شدم. 5 ماهه بودم که خونه فروش رفت و یکی از خواهر شوهرام نامزد کرد و پدر شوهرم هم از دنیا رفت. همه چیز خیلی سریع شد. طوری که دخترم تو خونه جدیدی که مستقل شده بودیم به دنیا اومد. مادر شوهرم هم طبقه بالای ما بود. ولی من همین شرایطم هم دوست داشتم. چون مادر شوهرم رنجی به من نمی رسوند. بلکه خیلی چیزام به هم یاد می داد. البته نه اینکه با هم مسئله‌ای نداشته باشیم. ولی باز هم آخرش می گفتم اشکالی نداره. اونم مادره. همیشه خودم رو راضی می کردم به این که زندگی همینه دیگه. افشین ذاتاً آدم خوبی بود ولی فوق‌العاده تند مزاج بود. گاهی اوقات 1 هفته با هم حرف نمی زدیم. من آدم صبوری بودم. ولی خیلی زود دلم میشکست. یادم دخترم 2 سالش بود که با همسرم بحثمون شد. از اونجایی که تو دار بودم به هیچ کس نگفتم که مشکل دارم. رفتم خونه پدرم و شبم اونجا موندم. فردا عصر دیدم پدرم اومد خونه و با ناراحتی منو صدا کرد و گفت تو مشکلی داری که شب موندی خونه ما؟ گفتم نه، چطور؟ گفت مادر شوهرت به هم زنگ زد و گفت بیا خونمون، میخوام در مورد آیسان یعنی من حرف بزنم. بهت زده بودم. گفتم این چه کاریه؟ گفتم نه بابا، یه بگو مگوی ساده با افشین داشتم. مثل همیشه که مهمم نبوده. بعد پدرم تعریف کرد که مادر و پسر کلی در مورد تو حرف زدن و گفتن تو ناسازگاری. باورم نمیشد اینقدر بی‌انصاف باشن. گفتم باشه. افشین بیاد پیش خودم این حرفا رو بزنه دیگه. بگی که من ناسازگارم. روبروی خودم. بعدم همه چیزو به بابام گفتم. گفتم دیر میاد. با مسافرکشی روزگار میگذرونیم. بابام باورش نمیشد. زنگ زد افشین اومد. از افشین پرسید آیسان داره راست میگه؟ اونم ساکت مونده بود که چی بگه. بعد جور رو دست خورده بود. باورش نمیشد که من این حرفا رو بگم دیگه. بابام بهش گفت پسرم، من واقعا باورم نمیشه و شرمندم که از مشکلات آیسانم خبر نداشتم. تمام اینا رم تقصیر آیسان میدونم که باعث شد شما و خانواده گرامی فکر کنند دختر من بی کس و کاره و این همه تحمل کنه، آخرشم شما غیبتشو کنید. ولی اشکال نداره. از این به بعد جبران کنید. شما برو یه خونه مستقل تهیه کن، بعد بیا دنبال آیسان و دخترت. البته در صورتی که دخترم دلش بخواد بیاد و من مانع هیچ تصمیم آیسان نمیشم. حتی اگه الان بخواد با تو بیاد اونم مانع نمیشم. وقتی افشین دید اوضاع اینطوریه به من نگاه کرد. منم گفتم نه نمیام. باید بری و حرف بابامو انجام بدی. بعد از این ماجرا من انگار شکست خورده بودم. دنبال این بودم که خودمو جمع و جور کنم و دیگه اینقدر مظلوم نباشم که پدرم بخواد ازم دفاع کنه. همیشه محکوم به تحمل نباشم. اون شب افشین رفت و
نمیدونم به مادرش چی گفت و چی گذشت بینشون، ولی تا 2 هفته بعد گفت پول جور کردم یه واحد رهن کنم. ولی پولم کمه. پدرم برای اولین بار به همون کمک کرد و من تونستم برم خونه جدید. با افکار جدید. مادر شوهرم 2 ماه تمام با من قهر کرد و حرف نمیزد. ولی من میرفتم و میومدم. البته همه رو پدرم راهنمایی میکرد. حمایتم میکرد. دلم به دل بابام گرم بود. خوشحال بودم. پدرم همیشه نگرانم بود. یه بار یه حرفی بهم زد که همیشه باعث دلگرمی من بود. بهم گفت دختر، اینو بدون تو همه چیز منی. هر وقت هر جا که بودی و هر کاری کردی اینجا خونه توست. این در همیشه به روی تو بازه. حتی اگه خدایی نکرده خطایی انجام داده باشی بازم من پدرتم و حمایتت میکنم. حق نداری به جایی پناه ببری. الا خونه پدرت. اونقدر به حرف پدرم دلگرم شدم که احساس میکردم هیچ غمی ندارم. این شد که زندگی جدیدم رو شروع کردم. رفتم باشگاه و چند تا کلاس آموزشی. دیدم به آرایشگری علاقه دارم و خیلی استعداد دارم. ظرف چندین ماه تقریبا به کار افتادم و توی یه آرایشگاه نزدیک خونه مشغول شدم. حسابی سرگرم شدم. همون پول کمیم که در می آوردم برام یه دنیا بود. از اونجایی که خیلی انرژی داشتم همیشه دنبال بیشتر کار کردن بودم. مشکلاتم که بودند ولی من باهاشون کنار می اومدم. اما وقتی از مادر شوهرم دور شدم افشین صمیمیتش باهام بیشتر شد. گاهی حتی 10 روز یه بارم نمیرفت خونه مامانش. من بهش میگفتم که بریم خونه مامانت. خودشم کمی شادتر و آرومتر شده بود. البته کمیم از بابام حساب میبرد و نگران بود من یه وقت گلگی کنم ازش. ولی من آدمی کم تحملی نبودم و دوست داشتم مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم. با تمام اخلاقش کنار می اومدم و می ساختم. کمتر از 1 سال با یکی از دوستام که همکار بودیم و همسایه بودیم یه پارکینگ اجاره کردیم و آرایشگاه محلی زدیم. پدرم با کار کردن من مخالف بود و می گفت در شأن ما نیست. بشین سر خونه زندگی تو ماهانه بهت 200 میدم. 200,000. اونم سال 82. مبلغ قابل توجهی بود. ولی من قبول نکردم و ازش خواستم یه فرصتی بهم بده تا خودمو ثابت کنم. با ناراحتی قبول کرد ولی راضی نبود. به هر حال من 10 سال کار کردم و اوضاع مالیم همیشه خوب بود. کمک حال شوهرم هم بودم. همیشه پسنداز داشتم چون ولخرج نبودم و به فکر آینده بودم. ناگفته نماند افشین هنوزم بد قلقیای خودشو داشت و خیلی جاها بابت خرجای من بهش خوش میگذشت. ولی برای من مهم نبود. یه آپارتمان 70 متری با زحمت و قرض خریدیم که پدرم کمک کرد. گفت پولو به شرطی میدم که نصف خونه به نام آیسان باشه. چون برای زندگیش زحمت کشیده. شوهرم هم گفت من همشو میزنم به نامش. من که تعجب کرده بودم. بابام تشکر کرد و گفت باشه. حالا چقدر کسری دارید و همه کسری پولو پرداخت کرد. همیشه بهم میگفت شوهرت آدم بدذاتی نیست. فقط روش زندگی و بلد نیست که تو باید حمایتش کنی. هیچ وقت منو نسبت به شوهرم بدبین نمی کرد. یه جورایی با حرفاش حمایتش می کرد. 1 سال بود که تو خونه جدید خودمون بودیم و تازه همه وسایل خونه رو عوض کرده بودیم و همه چی با مدیریت و سلیقه من بود و همسرم کمتر دخالت می کرد. همراه هم بود. دیگه مادر شوهرم 1 بارم تو زندگیم دخالت نکرده بود. البته یکی از دلایلش استقلال مالی خودم بود و عزت نفسم. احترام خاصی پیش خانواده شوهرم داشتم چون هیچ وقت بهشون بی احترامی نکردم، حتی تو ناجورترین شرایط. البته موضوع داستان من مشکلاتم با خانواده ها نیست، بلکه این حرفا رو زدم که بگم خیلی طول کشید تا آدم دیگه ای بشم. دیگه نه مظلوم بودم و نه قانع.
تمام امور مالی خونه دست من بود. برنامه‌ریزی کارهای خونه، مسافرت‌ها، مهمونی‌ها به عهده من بود. حتی یه جورایی برنامه‌های خونه پدرم هم دست من بود و مادرم با مشورت من هر کاری رو انجام میداد. شده بودم امین پدرم و مادر شوهرم. برای خواهرام خواستگار می اومد، حتما باید منم حضور داشته باشم. پدرم رو حرفم حساب می کرد. همه می گفتن عاقل و زیرکی. توی زندگیم بودم. عاشق کمک به دوستام و بقیه. همه چی خیلی خوب بود. دیگه دخترم میرفت راهنمایی و برا خودش خانومی شده بود. تو فکر این بودم که یه دونه دیگه هم بیارم، ولی کارم زیاد بود. تازه یه سالن زیبایی تو سعادت آباد اجاره کرده بودم و با 2 تا از دوستام شریک بودم و حسابی کارمون گرفته بود. منم شبها دیر وقت می اومدم و همیشه خسته بودم. ولی هیچ وقت از افشین و دخترم نزدم. همیشه شاممون آماده بود. شام خونگی، خونه مرتب. اصلا دوست نداشتم به بهونه کار از زندگیم بزنم. یه دوستی داشتم به نام آتنا که 4 سال از من کوچیکتر بود. حدود 7-8 سالی بود که با هم دوست بودیم. زمانی که مجرد بود یکی از مشتریان بود که ازدواج کرد و چند سالی ندیدمش. بعد جدا شد و رفت و آمدش با من شروع شد. اوایلش زمانی که شوهرم خونه بود نمی اومد. بعد یواش یواش با افشین صمیمی شد و شبا می اومد و حتی گاهی شبا می موند خونمون. دخترم هم عاشقش بود. آتنا شیطون و پرشر و شور بود. با همه گرم می گرفت. کلکسیون دوست پسر داشت. نصیحتش می کردم ولی فایده نداشت. البته خودش تنها زندگی می کرد و هر کاری دلش می خواست انجام می داد. چند باری براش خواستگار پیدا کردم. قبول نکرد. چند بار که بیکار بود براش کار پیدا کردم. رفت ولی زود کارو ول می کرد. چند ماه کم پیدا می شد و دوباره می اومد سراغم و می گفت دلم برای غذاها تنگ شده. از آشپزی بعدش می اومد و همیشه به خاطر غذا می اومد خونمون. چون پدر و مادرش هم جدا شده بودن و هر کدوم ازدواج کرده بودن و تقریباً وابستگی بهشون نداشت. همیشه می گفته ای کاش مادر و پدر منم مثل شما بودن و تو حکم مادر رو برای من داری. دوستش داشتم. اونم هر کاری که من ازش می خواستم برام انجام می داد. چند وقتی بود که آتنا با یه یارویی به نام مهدی دوست شده بود که خیلی دوستش داشت. اول با من آشناش کرد. بعد با افشین. به مرور صمیمیت مهدی با افشین زیاد شد و پای اونم به خونمون باز شد. با هم مسافرت می رفتیم. گردش، تفریح، مهمونی. 1 سالی بود که مهدی رو می شناختم. مهدی خوشگذرون بود. وقت و بی وقت ما رو مهمونیای خودش و دوستاش دعوت می کرد. دیگه تقریباً هر شب مهمونی بودیم. چند دفعه من کار داشتم و باهاشون نرفتم. مهدی با شوخی و لودگی افشین رو با خودش می برد. منم چون فکر می کردم افشین خیلی ساده و همسر دوسته اصلا گیر نمی دادم. کلاً آدم گیری نبودم. همیشه می گفتم اگه شوهرم اشتباهی کنه قطعاً منو از دست میده و این بزرگترین ضربه برای خودشه و کلاً پایه زندگیمو بر اساس اعتماد گذاشته بودم. آتنا با مهدی ارتباطش خیلی خراب شده بود. قصد داشت جدا بشه ولی ارتباط افشین و مهدی همچنان خوب بود. منم زیاد دخالت نمی کردم. تا اینکه آتنا از مهدی جدا شد. بماند که چقدر کشمکش داشتن تا جدا بشن. چند وقتی بود افشین کم حرف شده بود و تو خودش بود. بیشتر وقتا با گوشی سرگرم بود. دیگه کلن کاری به هم نداشت و حتی با هم دیگه خیلی سرد شده بودیم. فکر میکردم به خاطر کار زیاده. کار زیاد من حتی که ناراحته. با خودم گفتم چند روزی زود میام خونه که بهش برسم. چند روز سعی کردم با همدیگه گرم بشیم ولی فایده نداشت. دقیقاً از من در میرفت. با خودم گفتم هر چی باشه تو گوشیش هست. به 1000 تا بهونه و کرشمه ازش خواستم یه فیلمی که قبلا تو گوشیش بود و به هم نشون بده. اول تفره رفت ولی نتونست بهونه بیاره. گوشیش رمز داشت و نمیتونستم بازش کنم. پس باید باز میکرد تا فیلمو ببینم. بالاخره باز کرد و منم مثلا فیلمو میبینم.
هی میگفت ول کن دیگه، بخواب، بسته. ولی من میگفتم میخوام ببینم. اون موقع ها ویچت داشتیم. یه لحظه که رفت آب بخوره، رفتم ویچت رو باز کردم و دیدم برای چند تا دختر عکس فرستاده. تو یه لحظه شوک شدم. اومد دید صفحه ویچتش بازه. گوشی رو گرفت. گفتم بازش کن. میخوام ببینم. گفت هیچی نیست که ببینی. هرچی گفتم قبول نکرد. خودش هول کرده بود. بهش گفتم گوشی که برای من باز نمی کنی باید بشکنمش. سری گفت تو چرا بشکنی؟ خودم میشکنم. رفت تو آشپزخونه. یه لیوان آورد و با ته لیوان گوشی رو نصف کرد. بعدم پرتش کرد زمین و گفت بیا، راحت شدی. همینطور هاج و واج مونده بودم. خدایا، این خود افشین بود. چرا توی یه لحظه اینطور شده بود؟ اصلا به رو نیوردم و فهمیدم که خیلی نگران شده و دلهره داره. فکر کردم شاید یه شیطنتی توی مجازی کرده. نخواسته من بفهمم. فرداش به روش نیوردم و چند روزی سرسنگین بودم. داشتم فکر میکردم چه کار کنم. چه کار کنم که کار درستی باشه که آتنا پیدا شد. همون شب سر درد دلو باز کردم و به آتنا گفتم چی شده. اول متعجب شد. بعد گفت خواهر من، یکم برو دنبال شوهرت. شاید داره یه کارایی میکنه. با اینکه بهش نمیاد کارایی کنه، اما تو حواستو جمع کن. یه لحظه با خودم فکر کردم نکنه آتنا چیزی میدونه و به من نمیگه. بهش نگاه کردم و خیلی صریح گفتم فکر کنم تو یه چیزایی میدونی آره؟ گفت نه بابا، کلاً بهت گفتم. باز بهش چشم قره رفتم گفتم آتی جون بچم، اگه امشب تو چیزی رو از من قایم کنی و بفهمم که میدونی، دیگه اسمتو نمیارم. به نون و نمکی که خوردیم قسمت میدم. یه دفعه گفت خدایا منو ببخش. دوست ندارم دوستمو از دست بدم. ناچارن باید بگم. یه لحظه یخ کردم. فکری که تا اون زمان به ذهنم نیومده بود تو مغزم پیچید. احساس کردم آتنا هم با افشینه. یه همچین احساساتی. گفتم آتنا هم داره به هم نارو میزنه. ولی خودم رو کنترل کردم. آروم و نرم باهاش برخورد کردم و گفتم بگو ببینم. گفت یادت شیر آب خونه من خراب شده بود؟ گفتم آره. گفت خب من به افشین زنگ زدم و گفتم یکی رو پیدا کنه بیاد اینو درست کنه. گفت خودم میام برات درست میکنم. هزینه ندی. عصر همون روز افشین اومد خونمون. چند تا از دوستای منم خونه بودن. به اسم شراره و شیما. افشین یکم با لوله ها ور رفت. یکم دستکاریش کرد و گفت باید فردا بیام کامل درستش کنم. چون باید ابزار بخرم. فرداش با وسایل اومد و لوله رو درست کرد و بهش گفتم بشین برات چایی بریزم. افشینم نشست. منم چایی و میوه آوردم. یکم سر صحبت رو باز کرد. پرسید الان مشغولی یا نه؟ گفتم نه بابا. کار خوب پیدا نمی کنم. افشینم گفت خودم برات یه کار خوب پیدا می کنم. نگران نباش. بعد گفت اگه تو راضی باشی اصلا خودم خرجتو میدم و همه جوره حمایتت میکنم. تو هم یکم با دل من راه بیا. آتنا گفت اون لحظه شوک شدم. این داره چی میگه؟ من هر کاری که کنم به آیسان که بهترین دوستمه نارو نمیزنم. روبروی افشین میستم. آتنا گفت به خدا همون لحظه تو صورتش توف انداختم. گفتم پاشو از خونم برو بیرون. به حرمت آیسان و دخترت بهت هیچی نمیگم و بهش هم هیچی نمیگم. فقط از خونم برو بیرون. طبق گفته آتنا همون لحظه میفهمه که افشین دنبال یه نفر میگرده. یه نفری که باهاش به من نارو بزنه. آتنا گفت دلم نیامد بهت چیزی بگم. یه وقت زندگیت از بین بره. ولی از طرفی برای اینکه دیگه این اتفاق تکرار نشه دیگه نیامدم خونت. راستم میگفت. آتنا از یه جایی به بعد دیگه نیامد زیاد خونم. بهش گفتم فکر میکنی الان با کسیه؟ گفت ببین اگه یه نفر یه بار این راه اشتباهو بره با یکی باشه دیگه این راه براش راحت میشه. گفتم حالا از کجا بفهمم؟ نمیدونم. گفت تنها کسی که میتونه کمکت کنه مهدیه. اون خیلی راحت و خوب از آدم حرف میکشه. باید بریم سراغ اون. از اون بکشیم و بفهمیم. گفتم آتنا
میشه دوباره بری با مهدی دوست شی که نرم بشه و به همون همه چیو بگه؟ آتنا قبول کرد. قرار شد منم با افشین نرمتر برخورد کنم تا سوتی بیشتری بده. آتنا رفت و همون شب با مهدی آشتی کرده بود. دختر زبلی بود و بلد بود چطور رفتار کنه که مهدی هم شک نکنه. همون شب با افشین مهربون شدم و ازش معذرت خواهی کردم و گفتم من یکم زیاده روی کردم. این کارشو میذارم به حساب کوتاهی خودم و اونم دیگه تکرار نکنه. اونم اصلا حرف نزد و تو سکوت با هم آشتی کردیم. به هم گفت من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. از فرداش کامل زیر نظرش داشتم. آتنا چند روزی با مهدی سرگرم بود تا اینکه من رفتم پیششون. با مهدی حسابی دوست بودم. همیشه هواشو داشتم بهش گفتم ببین مهدی ازت یه چیزی میخوام بهم کمک کن. اول فکر کرد پول لازم دارم. گفت آره چرا که نه. گفتم اگه تو کمکم نکنی زندگیم از بین میره. یهو شوک شد و گفت چی شده مگه؟ گفتم افشین با یه نفر من مطمئنم. گفت نه اصلا آدم این حرفا نیست. گفتم اگه من بگم کاملا برام روشن شده چی؟ گفت آیسان من نمیتونم کاری کنم که یه وقت از هم جدا شید. من نمیتونم خودمو ببخشم. گفتم مهدی من قسم میخورم تو هر شرایطی از افشین جدا نشم و فقط تنبیهش کنم و یه کاری کنم که درس زندگی بگیره. بشینه سر زندگیش. من بچه دارم و نمیخوام بی پدر بزرگ شه. من میمونم سر زندگیم. میخوام همه چیز سر جاش باشه. گفت اگه قول میدی که جدا نشیم منم همه کاری برای متنبه کردن افشین انجام میدم. گفتم پس برو دوباره باهاش خیلی صمیمی شو. رفت و آمد کن. ببین چی کارا میکنه. مهدی قبول کرد. گفت از فردا پیگیری میکنم. از اونجایی که خونه مجردی داشت اکثر اوقات مهمونی برگزار میکرد. برای افشینم عادی بود که یهو بهش زنگ بزنه و بگه بیا خونمون. فرداش مهدی زنگ زد و گفت یادمه توی یکی از مهمونی‌ها که افشین تنها اومده بود یه دختری هم به نام شیما که دوست آتنا هم بوده اونجا بود. آخر مهمونی چند نفر جر و بحث کردن. مشاجرشون تمام ساختمونو برداشته بود. مهمونا ناراحت شدن و همه پا میشن که برن. شیما یه دفعه میگه کی مسیرش به من میخوره که منو برسونه و افشین میگه من میرسونمت. با هم سوار ماشین افشین میشن و میرن. مهدی اینا رو یادش اومده بود و گفت من که از شیما خبر ندارم ولی آتنا حتما باید بدونه کجاست. به آتنا زنگ زدم و گفتم شیما کیه و ماجرا رو تعریف کردم. گفت آره یادمه ولی از شیما خیلی وقت خبر ندارم. بذار ببینم پیداش میکنم یا نه. 2 روز من آتنا و مهدی دنبال شیما گشتیم ولی پیداش نکردیم. روز 3 سر کار بودم. با آتنا تلفنی حرف میزدیم. همین که قطع کردم گوشیم زنگ خورد. جواب دادم. سلام و احوال پرسی گرمی کرد و گفت شیما. با تعجب گفتم کدوم شیما؟ گفت دوست آتنا. همون که تو تولد با هم آشنا شدیم. یهو یادم اومد منم شیما رو دیدم ولی کلاً یادم رفته بود. باورم نمیشد خودش زنگ زده. گفتم جانم کاری داشتی؟ گفت آره چند روز پیش کارتتو تو وسایلم پیدا کردم و دنبال کار بودم. میخواستم ببینم تو سالن احتیاج به پرسنل نداری؟ گفتم اتفاقا داریم نیروی جدید میگیریم. زود بیا ببینم چی کار میتونم برات کنم. گفت فردا صبح میام. آدرس گرفت و قرار شد که بیاد. باورم نمیشد خودش زنگ زده باشه. گفتم خدایا نکنه کسی داره منو بازی میده. نکنه مهدی و آتنا الکی میگن. بعد از اون سعی کردم حواسم به همشون باشه که رو دست نخورم. آتنا گفتم. اونم گفت من باور نمیکنم. منم باور نمیکردم که اتفاقی باشه. چون من هیچ کارتی ندارم که شماره موبایل شخصیم روش باشه. و به یکی مثل شیما هم کارتی ندادم که الان زنگ بزنه. ولی چند شب پیش افشین با شریکم حرف می زدم و گفتم باید پرسنل جدید بگیرم و احتمالاً شنیده و به شیما آمار داده. گفته بگو کارتتو پیدا کردم. ولی نمیدونست خط من رو کارت سالونم نیست. به هر حال سوتی دادن شروع شده بود و منم حواس جمع شده بودم.
با افشینم اونقدر خوب برخورد میکردم که لحظه ای فکر نمیکرد براش نقشه دارم. روز بعد با شریکم صحبت کردم و گفتم یه نفر رو میخوام استخدام کنم. کاری بهش نداشته باش و مهربون باش. گفت چی شده؟ گفتم فقط بدون باید هوامو خیلی داشته باشی. گفت باش، هرچی تو بخوای، حواسم بهت هست. شریکم خیلی خشک و سختگیر بود. اگه نمیگفتم حتما شیما رو رد میکرد. صبح ساعت 11 شیما اومد سالن و با من سلام و احوال پرسی کرد. منم محترمانه باهاش برخورد کردم و بردمش اتاق کنفرانس و کلی باهاش حرف زدم. براش چایی و قهوه آوردم و حسابی تحویلش گرفتم. شیما لاغر بود، سبز رو و قد کوتاه، چهرش معمولی بود. خیلی وراندازش کردم. دیدم هیچی نداره که من پایین تر از اون باشم و تو دلم آشوب بود. رفتم به شریکم گفتم حالا نوبت توه. شیما رو به بهونه این که تو ببینیش میارم پیش تو، چند دقیقه سرگرمش کن. گفت باشه. به شیما گفتم پاشو بیا پیش شریکم، میخواد باهات حرف بزنه. اونم که خوشحال بود داره استخدام میشه، سری اومد اتاق بغلی. از اونجایی که مانتوشو در آورده بود و با کیفش گذاشته بود کنارش، موقع رفتن وسایلش موند اتاق کنفرانس. منم باهاش رفتم و به شریکم اشاره کردم من میرم بیرون، حواست بهم باشه. اونم شروع کرد به پرسیدن سوال از شیما. منم رفتم سراغ کیف شیما. دستام میلرزید ولی باید میگشتم. تا گوشی پیدا کردم. یکیش از اینایی بود که لمسی بود و اون یکی هم صفحش قفل بود، از این نوکیا معمولیا. بازش کردم، قفل نداشت. نمیدونستم دنبال چی میگردم. دفتر تلفنشو باز کردم. اسم افشین با فامیلیش 2 بار سیو شده بود. هر 2 تا خطش هم داشت. تاریخچه شماره ها رو نگاه کردم. دیدم 1 ساعت پیش با افشین حرف زده. انگار بی‌حس شده بودم. همه رو گذاشتم سر جاش و آروم رفتم تو اتاق و نشستم پیش شیما و شریکم. حرفا که تموم شد به شیما گفتم اگه دوست داری از همین الان بمون و شروع کن. گفت باشه. رفت بیرون. شریکم گفت چی شد؟ نتیجه داد؟ گفتم آره کاملا. باورش نمیشد من با این اتفاقی که افتاده این همه آروم جلوش نشستم. گفت برو بندازش بیرون دختره رو. گفتم نه، باید ببینم تا کجاها با هم پیش رفتن. عجله نکن. شریکم اصلا بازم باورش نمیشد. من در واقع ولی تو شوک بودم. تا اون لحظه باور داشتم دارم زیاده روی میکنم و بددل شدم. ولی الان مطمئن بودم. میخواستم تا آخرش برم ببینم دیگه افشین چی کارا کرده. اونی که خرجی منو به سختی میداد حالا میخواد خرج چند نفر دیگم بده. البته یادم رفت بگم من این وسط یه شرکت زدم که همه کاراشو من کردم و افشین اداره میکرد. جواز و تمام سختیاشو من کشیده بودم و به خاطر علاقه من به آرایشگری تو شرکت کار نمیکردم و افشین با 2 تا کارمند ادارش میکرد. به هر حال روزای سختی رو میگذروندم. باورم نمیشد مردی که همه به نجابت میشناختن حالا اینطور دستش داره برام رو میشه. منم اونقدر طاقتم زیاد شده که با چشم میبینم ولی تحمل میکنم. البته من فوق‌العاده منطقیم و تا چیزی برام ثابت نشه با چشمم نبینم باور نمیکنم. اینم به خاطر سختیای زیادیه که تو کار و زندگی داشتم. با خودم گفتم حالا که همه چیز زندگیم داره رو به راه میشه چرا افشین این کارو کرد؟ حالا که به تمام خواسته هامون داریم میرسیم، حالا که تمام زحمات منو خودش جواب میده چرا؟ من که همیشه باهاش دوست و همراه بودم. چرا الان؟ با خودم عهد کردم اگه جایی رسیدم که دیدم نمیخواد برگرده و توبه کنه حتما ازش جدا میشم. چند روزی از مهدی خبری نبود و منم سرگرم شیما بودم. تازه فهمیدم که یه بار جدا شده. یه پسر 8 ساله داره. بچه پایین شهرم هست. پسر 8 سالش هم از نظر ذهنی مشکل داره. چون که نارس به دنیا اومده بوده. من باهاش طرح دوستی ریختم. برای بچهش کادو خریدم. برای تولد بچهش پول دادم. گفتم براش خرید کن. یه روز بهم گفت من فکر میکردم تو خانم بد اخلاقی هستی. چون همیشه جدی بودی. گفتم خب زود قضاوت کردی. من برای غریبه ها جدیم، نه دوستام.
حسابی نمکگیرش کردم و کاملا بهش ثابت شده بود که طرز فکرش در مورد من اشتباه بوده. یه روز حالم خوب نبود. نرفتم سر کار. عصر شیما اومده یادتم. از شانس افشینم خونه بود و مثلا داشت به من رسیدگی میکرد. وقتی شیما رو دید شوکه شد و دست و پاشو گم کرد. ولی شیما یکم اخلاقش عوض شد. احساس کردم دقیقاً دلش میخواد اشوه کنه و جلب توجه کنه. منم خودمو زدم به اون راه. افشین اصلا حرفی نزد. نگران بود سوتی بده. چون شیما ساده بود. انگار نگران بود چون حرفا سوتی بده و یه چیزی بگه. برای همین گفت من کار دارم و میخوام برم و زود از خونه اومد بیرون. شیما یکم پیشم موند و بعد رفت. احساس کردم اینا میخوان با هم برم بیرون که یهو افشین برگشت خونه و بعد کمی حرف زدن گفت این تو رو از کجا پیدا کرده؟ مگه دوست آتنا نبود؟ گفتم آره. الان داره پیش ما کار میکنه. گفت خب کارش خوبه که استخدامش کردی؟ گفتم آره خوبه، آرومه، بی دردسره. گفت ولی من اصلا ازش خوشم نمیاد. جواب دادم در مورد مردم اینقدر زود قضاوت نکن. بعدشم این بحر امیدی برای کار اومده بود پیشم. چند تا سوال دیگه هم ازم پرسید. بعد دیگه تموم شد. متوجه شدم که میخواد نظر منو در مورد شیما بدونه. منم طوری وانمود کردم که انگار خبری نیست. باور کنید برای یک خانم بدترین حالت وانمود کردن به ابله بودنه. منم از درون داشتم از بین میرفتم. همون شب به مهدی زنگ زدم و گفتم چه خبر؟ گفت والا دارم روش کار میکنم. قراره یه روز بیاد خونمون. چون وانمود کردم با آتنا قهرم و دنبال یه کسی میگردم که باهاش دوست شم. افشینم گفته من برات یکی رو معرفی میکنم. گفتم آفرین به این پیشرفت. دست و دل بازم هست. مهدی آدم رئوفی بود. از اینکه دل من بشکنه نگران بود. اون موقع حرفای افشین رو دقیق انتقال نمیداد. فکر میکرد من تاب نمیارم. به من نگفت که فردا قرار دارن و افشین گفته با چند نفر میاد خونش. منم از همه جا بی خبر فرداش زنگ زدم به افشین که بهش چند تا نکته رو بگم و دیدم گوشیش خاموشه. چند ساعتی زنگ زدم ولی خاموش بود. به آتنا زنگ زدم. گفت منم ازش خبر ندارم ولی خودش بهت زنگ میزنه. گفتم پاشو بریم خونه مهدی ببینمش باهاش کار دارم. گفت ویل کن بابا حالا زنگ میزنه دیگه. همون شب آتنا بهم زنگ زد و گفت به یه بهونه‌ای بیا بیرون. کارت دارم. رفتم دیدم مهدی و آتنا تو ماشین منتظر منن. سوار شدم. رفتیم کمی دورتر از خونه مهدی. مهدی یکم حرف زد. بعد گفت این مسائل رو تموم کن. یکم بیشتر به همسر توجه کن. دیدم داره چرت و پرت میگه. گفتم این موقع شب منو کشوندی این حرفا رو بگی؟ بگو ببینم چی شده. آتنا که خیلی ساکت بود حرف نمیزد. گفتم درست و حسابی بگید دیگه. آتنا گفت مهدی بگو دیگه این ولکن نیستا. مهدی گفت یه چیزایی فهمیدم. گفتم خب. گفت افشین با یه نفره که اهل کرجه. اسمش ماراله. ازدواجم کرده و جدا شده. دیر به دیر همو میبینن. گفتم تو دختره رو دیدی؟ گفت آره. گفتم تو که تا دیروز خبر نداشتی. گفت امروز اومده بودن خونه من. چشمام سیایی رفت. گوشام نمیشنید. به هم ریختم. گفتم چرا به هم نگفتی که بیام مچشونو بگیرم؟ گفت من هیچ وقت این کارو با تو نمی کردم. داد زدم مهدی همه چیو بگو. گفت من نمیتونم دیگه. تو از بین میری عقلتو از دست میدی. آتنا بهت تعریف میکنه. باورم نمیشد تا اینجا پیش رفته باشه که همزمان با چند نفر باشه. اون شب آتنا موند پیشم. دخترم نبود. خونه مادر بزرگش بود و افشینم کاری داشت خونه نبود. جرأت نداشتم پیش دخترم گریه کنم. دوست نداشتم ذهنیتش در مورد پدرش خراب شه. اون شب کلی گریه کردم. هر چقدر که تا حالا اشک نریخته بودم و ریختم بیرون. آتنا با جزئیات بیشتر تعریف کرد. گفت افشین یه دوست به نام امیر تو کرج داشت که خانوم و 2 تا بچه داشت و دفتر کارش هم کرج بود. گویا امیر واسطه آشنایی بوده و خودش هم دفترش و محله عیاشی کرده بوده. یادم افتاد که افشین زیاد میرفت پیش امیر و میگفت کاریه.
اولین تصمیمم این بود به زن امیر که ماما بود و خیلی باوقار و محترم بود خبر بدم. اون شب سردرد و بهونه کردم و خوابیدم. صبح به امیر زنگ زدم و حالا احوال کردم. بعد شماره خانومشو گرفتم و گفتم باهاش کار دارم. به فرنوش زنگ زدم، کمی حرف زدم و بعد گفتم باید ببینمش. زود قبول کرد. همون روز قرار گذاشتیم رفتم پیشش و به سختی تعریف کردم. اونم خلاصه ماجرا رو. اصلا تعجب نکرد و گفت من میدونم. شوهرم خیلی کارا میکنه. برام دستش رو شده ولی نمیتونم کاری کنم. اگه بخوام جدا بشم بچه‌ها رو از من میگیره. امیر خیلی جاها پارتی داره و من نمیتونم باهاش در بیفتم. به خاطر بچه‌هام ساکت موندم. قصد مهاجرت داریم، شاید اونجا بتونم کاری کنم. فرنوش گفت ترکت میکنم ولی حواست به دخترت باشه چون اون رنج میکشه. گفت من کس و کاری ندارم و کسی حمایتم نمیکنه. باید تحمل کنم. ولی اگه تو داری اقدام کن و جدا شو. اینا درست نمیشن. هر روز حالم ناگوارتر و ناجورتر میشد. با خودم گفتم مهرمو میذارم اجرا. 500 تا سکه بود. میتونستم حالشو جا بیارم. دیدم چیزی هم از خودش نداره. چون خونه، ماشین، شرکت همه به نام من بود. پس ناچارن باید بره هلوفتونی. این اصلاً به من کمکی نمیکرد. مهرمو اجرا گذاشتم. 1-2 هفته طول کشید تا نامش برسه دستش. همون روزا بحثمون شد که منم کلی ناراحت شدم، سر کار بودم و تلفنی بحث میکردم باهاش. شیما اومد پیشم و گفت چی شده، چرا ناراحتی؟ دیگه طاقت نیاوردم. بردمش تو اتاق. درو قفل کردم و گفتم شیما من به تو بدی کردم. گفت نه. گفتم من چی کار کردم که تو با افشین این کارو بام کردید؟ گفت چه کاری؟ گفتم همه چیو میدونم. میدونم که با افشینی. حتی شماره هاش تو گوشیته. هرچی میدونستم و گفتم. اول جا خورد و شروع کرد لرزیدن. گفت به خدا ما با هم دیگه اصلا نیستیم. فقط اون میخواست برام کار پیدا کنه. منو چند جا معرفی کرده. گفتم تو چند بار باهاش بیرون رفتی؟ گفت به خدا قسم نذاشتم بهم دست بزنه. شوهرت حوله و فقط دوست داره با این و اون حرف بزنه. از تو اینقدر دلهوره داره که نمیتونه کاری کنه. گفتم تو که میدونستی همسر داره. چرا باهاش میرفتی؟ گفت به بهونه کار میومد دنبالم. بعد 1-2 بار نهار رفتیم بیرون. از زمانی که تو رو شناختم اصلا باهاش بیرون نرفتم. فقط زنگ زده و آمار تو رو میگرفت. گفتم باید ثابت کنی. گریه میکرد و گفت چی کار کنم باور کنی؟ گفتم بهش زنگ بزن. ببینم چطور با هم حرف میزنید. گفت باشه. گوشیمو برداشتم که صداشونو ضبط کنم. شیما گفت خواهش میکنم برام دردسر نشه. گفتم من رنجی به کسی نمیرسونم. فقط میخوام مدرک داشته باشم تا نتونه بزن. شیما زنگ زد بهش. رو اسپیکر زد. سلام و احوال پرسی کرد. بعد گفت بین تو و آیسان چی شده که آیسان اینقدر ناراحته؟ افشین گفت کی گفته چیزی شده؟ گفت آخه آیسان با تلفن حرف زد، بعد گریه کرد و از سالن رفت بیرون. من نگرانش شدم. گفت به تو هیچ ربطی نداره و حقم نداری ازش بپرسی. به منم دیگه زنگ نزن. یه وقت به آیسانم چیزی از قبل خودمون نگی یا حواست باشه. بعد گوشیو گذاشت. شیما دوباره زنگ زد و گفت میتونم ببینمت، باهات کار دارم. افشین گفت من با تو هیچ کاری ندارم. دیگه اصلا بهم زنگ نزن. فهمیدی؟ دوباره گوشیو گذاشت. باورم نمیشد اینقدر با شیما ناجور حرف بزنه. بلافاصله گوشیم زنگ خورد. دیدم افشین، جواب ندادم. چند باری زنگ زد و منم جواب ندادم. آتنا هم میگفت مهدی میگه افشین خیلی از آیسان دلهوره داره. ولی میدونستم اون نگران من نیست. من برای افشین پله ترقی بودم. همه کاراش به من وصل بود. به خودم گفتم حالا خوبه اینجوری دلهوره داشت از تو. اگه نداشت چه کارا که نمی‌کرد. البته این نگرانی از خانواده منم بود. چون پدرم و برادرم خیلی دوستم داشتن و اگه بهشون میگفتم مطمئن بودم از دست اونا نمیتونه دره. ولی هیچ وقت دلم نمیخواست مشکلم و بقیه حل کنن. آدرس دفتر امیر رو گیر آوردم. آدرس خونه مهدی هم گرفتم.
بازم صبر کردم. حسابی فکر کردم و برای هر حرفی جواب داشتم. بالاخره نامه مهریه به دست افشین رسید. تو اداره یهو نامه رو بهش میدن و کلی جا میخوره. باورش نمیشده. اول زنگ زد به من. گفت دستت درد نکنه. نامت رسید. الان زنگ میزنم به بابا تا همه چی رو تموم کنم. حق به جانب و طلبکار حرف میزد. بهش گفتم این فقط بین من و توست. برای کارم دلیل دارم. بیا خونه تا باهات حرف بزنم. گفت مگه حرفی هم مونده؟ گفتم حرفامو گوش کن، بعد هر کاری دوست داری کن. گوشیو گذاشت. 10 دقیقه بعد مامانم بهم زنگ زد و گفت کجایی؟ بیا خونه ما. گفتم میام. بابام نبود و رفته بود شمال و مامانم بعد از اینکه افشین بهش گفته بود زنگ میزنه به بابام و بهش میگه. اونم میگه باشه و الان میام تهران. رسیدم خونه. بابا و مامانم ناراحت بودن. میگفتن چی کار کردی؟ برای چی مهریه گذاشتی اجرا؟ گفتم مامان چیزی نیست. مامانم گفت چرا با آبروی شوهرت این کارو میکنی؟ گفتم مامان لطفاً بذارید به کار خودم باشم، به حال خودم باشم. ولم کنید. بابام همون موقع زنگ زد. باهاش حرف زدم. آروم گفت دخترم چی شده؟ گفتم بین خودمونه و نمیتونم بگم. گفت ازش چیزی دیدی که تا این حد ناراحتت کرده؟ گفتم آره. گفت از اونجایی که میدونم راست میگی و اونقدر عاقل هستی که به عاقبت کارت فکر کنی دخالت نمی کنم. اگه لازمه بیام تهران. گفتم نه پدر من. خودم میدونم چی کار میکنم. گفت باشه. هر کاری داشتی به هم بگو. گفتم چشم. بابام به مامانم گفته بود کاریش نداشته باشید و ازش سوال نکنید. بلافاصله رفتم خونه. افشینم رسید. ناراحت بود. صورتش قرمز بود. یه چرخی تو خونه زد و گفت اومدم وسایلمو بردارم و از این خونه برم. گفتم باشه عجله نکن. اول بشین حرف دارم باهات. گفت من با تو کار ندارم. داد میکشید. روبروم نشست گفت زود بگو میخوام برم. گفتم من قسم میخورم اگه همین الان بهم قول بدی که دیگه هیچ اشتباهی نمی کنی و به زندگیمون رنجی نمیرسونی میبخشم تو قضیه مهریه هم حل میکنم. گفت من چی کار کردم که اینقدر پررو شدی و این حرفا رو میگی؟ گفتم هر کاری هم کرده باشی من میبخشم. فقط الان بگو پشیمونی و دیگه تکرار نمی کنی. گفت اصلا میفهمی داری چی میگی؟ چون آبروی منو بردی حالا میگی منو میبخشی؟ گفتم ببین افشین اگه من دلیل کارامو بگم دیگه نمیبخشم تو. اون وقت باید برای همیشه از زندگیم بری بیرون. گفت برو بابا من همینطوری هم دارم میرم. گفتم ولی من هیچ وقت ازت نمیخوام بری. الا اینکه الان دلیلمو بگم. حسابی ناراحت بود و اصلا به حرفم فکر نمیکرد. گفت لطفاً بگو چون میخوام برم. اول و آخرش. گفتم باشه. گوشیمو آوردم روشن کردم و گفتم این اولین دلیل. صدای خودشو با شیما شنید. نگام کرد. دستشو گذاشت رو پیشونیش. پفی کشید و گفت این دختر چی بهت گفته؟ گفتم نگفته خودم شنیدم. دلیل دومم ماراله که باهاشی. دلیل سومم اینه که به یه آدرس خونه مهدی رو گفتم. با این خانم رفتی چند ساعت اونجا بودی و توی فلان تاریخ. دلیل بعدیم بعد آدرس کرج رو گفتم اونجا هم چه کارا که نکردی. بهت زده نگام کرد. آرامش من به همش ریخته بود. بلافاصله خودشو انداخت روبروی پام و گفت آیسان اشتباه کردم. من دوستت دارم. نگاش کردم و گفتم دلیلمو شنیدی حالا برو هر جا که دوست داری. وسایلتم جمع کن. گفت من هیچ جا نمیرم تا نگی منو بخشیدی. خواهش میکنم. گفتم من آخرین فرصت رو بهت دادم. 2 ماهه هر لحظه بهت فرصت دادم ولی تو ادامه دادی. دیگه خسته شدم. نمیتونم بهت اعتماد کنم. گفت فقط یه فرصت دیگه. داد زدم افشین تو از این خونه میری یا من برم؟ گفت نه تو اینجا نرو اینجا مال توه و حق با توه من میرم ولی خواهش میکنم حرف بزنیم و حل کنیم. خندیدم و گفتم میدونی چند بار بهت تلنگر زدم؟ چند بار محبت کردم تا به خودت بیای؟ دیگه انرژی ندارم حرف بزنم بس که خودمو خفیف کردم. حالا برو فقط.
اینقدر محکم حرف زدم که نتونست ادامه بده و پا شد بره بیرون. گفت من جایی نمیرم. تو ماشینم، اگه آروم شدی حرف بزنیم. هیچی نگفتم، فقط زل زدم به در. انگار یک باری از روی دوشم خالی شده بود. آروم بودم ولی منگ. تو این 2 ماه 10 کیلو وزن کم کرده بودم و ضعیف بودم. احساس میکردم دیگه تموم شد، ولی از این به بعد چی؟ به دخترم چی بگم؟ به مادر شوهرم چی بگم؟ اگه بگم پسرت چی کار کرده باور نمیکرد. موضوع آتنا رو نگفتم. نمیخواستم بدونه من از چه طریقی فهمیدم. ذهنم درگیر بود. با چشم باز به سقف زل زدم. نمیدونستم بعد از این چی کار کنم. گفتم خدایا تا اینجا بودی، از این به بعدم آرومم کن. راه درست و پیش روم بذار. داغون بودم. یهو یادم افتاد که قرار بود برنامه ریزی کنیم و یه بچه دیگه بیاریم، یه خونه بزرگتر بخریم، یه ماشین دیگه ثبت نام کرده بودم و 1000 تا کار دیگه. دلم برا خودم کباب بود. این همه تلاش آخرشم این شد. گفتم الان خستم. بذار 1-2 روز از همه اینا دور باشم تا بتونم فکر کنم. دخترم اومد خونه. موبایلمو خاموش کرده بودم که هیچ کس سراغمو نگیره. نمیتونستم حرف بزنم، مخصوصا پیش دخترم. این که راهنمایی بود ولی درکش بالا بود. فهمید که حالم دگرگونه. پیشم گفت مامان من میدونم تو خیلی زحمت میکشی. اینو فهمیدم که بابایی یه کاری کرده که تو ناراحتی. اگه به خاطر منه که جدا نمیشی من راضی نیستم. نمیخوام تو رنج بکشی. هر کاری دوست داری انجام بده. من همیشه کنارت میمونم. بهت حق میدم. باورم نمیشد همه چیو میدونه. اینقدر دلگرم شدم که باری از رو دوشم کم شد. دیگه توضیحی نبود بهش بدم. بهش گفتم مامان اینم حل میکنیم و اصلا اتفاق خاصی نیفتاده. فقط چند روز میخوام برم مسافرت. گفت باشه من میرم خونه ی مامان بزرگ. خیالم راحت شد. شب بود. از افشین خبری نبود. گوشیمو روشن کردم و دیدم پیام فرستاده. چند تا طولانی. باز کردم. دیدم نوشته من تو ماشینم تو کوچه. حتی اگه تو منو نخوای من تو رو ترک نمی کنم. تو ماشین میخوابم. جواب ندادم. یهو صدای آیفون اومد. دیدم افشینه. روبروی دوربینه. 2 تا مامورم کنارشن. نیمه شب بود. هول شدم. جواب دادم. مامورا گفتن خانم این آقا نسبتی با شما دارن. گفتم بله چی شده؟ گفتن این آقا چند ساعت تو ماشینه و همسایه ها مشکوک شدن. چرا نیومده خونه؟ گفتم آخه بحثمون شده و من نذاشتم بیاد خونه. مأمور خندش گرفت و گفت میشه اجازه بدین خونه بیاد؟ منم درو باز کردم. افشین اومد بالا. گفت من میرم پارکینگ تو ماشین میمونم. دلم براش کباب میشد. گفتم بیا تو ولی از فردا یه فکری کن. افشین تو پذیرایی خوابید. مثل موش شده بود. فهمیده بود من مثل قبل نیستم و دیگه نرم نمیشم. میدونست وقتی حرفی رو میزنم پاش وای میستم و تا به هدفم نرسم دست بردار نیستم. فردا صبح رفتم سر کار. افشینم رفت اداره. از صبح شروع کرد زنگ زدن. مکالمه های کوتاه. حالت چطوره؟ کجایی؟ منم جوابای کوتاه و سربالا میدادم. خواهرم از همه جا بیخبر بود. بهم زنگ زد و گفت ما امشب میریم موتلقو. شما هم میایید؟ گفتم شاید فقط من بیام چون خستم. تعجب کرد و گفت تو بدون خانوادت هیچ جا نمی رفتی. چطور شده؟ گفتم به خاطر دختر تو میام چون هنوز نوزاده. میام بهت کمک کنم و یه آب و هوایی عوض کنم. قانع شد و گفت شب میایم دنبالت. میدونستم افشین ولکن نیست و هر لحظه جلوی چشممه و نمیذاره تنها باشم. با خودم گفتم اینطوری نمیتونم تصمیم بگیرم. اون شب رفتم. آتنا بهم زنگ زد. گفتم میرم تا کمی فکر کنم. گفت منم میام تا فردا. گفتم افشین بهت گفته بیای؟ گفت نه بابا نمیخوام تنها باشی. حرف میزنیم و یه کاریش بکنیم. آتنا تا فردا ظهرش اومد پیشم. دلداری میداد و بهم حق میداد ولی آخر حرفش این بود که جدا نشم. گفت ببین آیسان پدر و مادر من جدا شدن. هر جا به شکست رسیدم پدر و مادرم رو مقصر میدونستم. چون هیچ جا حمایت نشدم و عاقبت خودم هم جدا شدم. تا حالا هم سر و سامون نگرفتم. همیشه یه عقده‌ای دارم که خالی نمیشه. نزار دخترت بشین یه آتنایی آواره و تنها
که حسرت دستپخت مادرشو داره و سن باباش تو انباری بهش غذای مونده میداد. حرفش تکونم داد. تو جریان زندگی آتنا بودم. باورش داشتم و میدونستم بیراه نمیگه. گفتم جدا نمیشم. اما اگه بازم این کارو کنه چی؟ گفت گوشمالیش بده. دست و پاشو ببند. گفتم من هیچ وقت نمیتونم مجبورش کنم. نمیتونم این کارو کنم. گفت ببین این فکرها کار خودته. من اهل منطقی فکر کردن نیستم و بلد نیستم. اما جدا نشو. برای همین در مورد حق جدا شدن یه چیزایی میدونستم. یکم سرچ کردم و دیدم میتونم استفاده کنم. بعد تو ذهنم برنامه ریزی کردم که زندگی جدیدی بسازم. خوب یادمه. پنجشنبه بود. سر ظهر دیدم افشین اومد ویلا. بدون خبر اومده بود. چون اگه میگفت من نمیذاشتم بیاد. مهم نبود برام. چون فکرامو کرده بودم. شب آخر وقت گفت پاشو بریم قدم بزنیم. منم آروم پا شدم رفتم. نیم ساعت تو سکوت راه رفتیم. بعد گفت نمیخوای حرفی بزنی؟ گفتم تو حرف بزن. تو بگو برنامه چیه؟ گفت من فقط میدونم دوستت دارم و به خاطر هر کاری میکنم. گفتم هر کاری؟ گفت آره هر چی تو بخوای. گفتم اتفاقا چند تا چیز میخوام ازت. گفت هر چی بخوای انجام میدم. گفتم اوکی. من تصمیم گرفتم 2 ماه بهت فرصت بدم. اگه تو این 2 ماه حتی نوع حرف زدنت با من و دخترمون ناجور بود تمومه. آخه افشین بعضی اوقات وضع هم میشد. با حرفاش ما رو رنج میداد. گفت چشم. گفتم حالا شرط اولم اینه که به من حق جدا شدن بدی تا تو این 2 ماه باهات زندگی کنم. وگرنه همین 2 ماه هم از دست میدی. تو اگه یه زمانی اشتباه کردی من دنبال تو نباشم و راحت بتونم برم پی زندگیم. اول جا خورد. احساس کرد شرط سختی هم نیست. حداقل خرجی نداشت براش یا سختی نمیکشید. چند لحظه فکر کرد و سریع پذیرفت. با خودم گفتم این نمیدونه داره چه قولی میده. 1-2 روز اونجا بودیم. بعد اومدم تهران. بلا فاصله رفته بود با چند نفر مشورت کرده بود. بهش گفته بودن حق جدا شدن با جدا شدن فرقی نداره. خانومی که حق جدا شدنش رو بگیره دیگه به درد زندگی نمیخوره و باید مهریه‌ش رو ببخشه. مثل این که تازه دوزاریش افتاده بود که چه قولی داده بوده. بهش گفتم من میرم محضر و تو بعدن بیا برگه رو امضا کن. چند روزی منو سر کار گذاشت. اصلا برام مهم نبود. در هر صورت به ضرر خودش بود. بهم زنگ زد و گفت تو باید قضیه مهریه رو درست کنی. گفتم یعنی چی؟ من فقط بعد از حق طلاق میرم رضایت میدم. گفت نه تو باید مهرتو ببخشی. خندیدم و گفتم بهت بد نگذره. گفت خونه هم به نام توه. گفتم بیا من نصفشو به نامت میکنم. فکر کردی من دنبال پول و اموالم؟ واقعا تو به فکر این هستی که زندگی تو درست کنی؟ گفتم ببین افشین من حاضرم ازت جدا بشم ولی با یه تعهد با تو زندگی کنم و هیچ اشتباهی نکنم. ولی تو با این همه تعهد سالم زندگی نکردی. من به تو اعتماد ندارم. الان فقط باید اعتمادم رو جلب کنی. من از هیچی نمیگذرم ولی ازشونم برای رنج دادن تو استفاده نمی کنم. چون همین که منو تو از دست بدی یعنی باختی. خودت هم میدونی من میتونم راحت از دست بکشم. راه دیگه ای نداشت. اگه قبول نمی کرد همه چی رو از دست میداد. تمام اعتبارش من، دخترمون، شرکت، خونه. حداقل این یه راه بود براش. همه چیز هم سر جاش بود. فقط با یه اشتباه همه رو از دست میداد. بهش گفتم حتی ازدواجم یه نوع قرار داده و من به هیچ کاغذی اعتماد ندارم. من سر تمام حرفام هستم. حالا تو خودتو ثابت کن. گیج شده بود. نگران بود. ولی چاره‌ای هم نداشت. از طرفی این موضوع به هیچ کس نگفته بودم. براش خیلی مهم بود که کسی نفهمه. آدم آبروداری بود و از آبروریزی میترسید. منم رعایت میکردم. بالاخره اومد محضر و حق جدا شدن رو بهم داد. ولی چند روز ناراحت بود. منم گفتم روال عادی زندگیمونو داریم.
فقط باید مراقب رفتارت باشی. باور نمی‌کردم من عادی رفتار می‌کردم. منتظر رفتن من بود ولی بهش قول دادم همه اینها به خودش بستگی داره. من هیچ وقت اسمی از زندگی قراردادیمون نمیارم و متعهد میمونم. چند ماهی گذشت. افشین رفتارش بهتر شده بود. خودشو خوب کنترل میکرد. من کمی ناراحتی داشتم ولی کنترل میکردم. از اینکه بهش اعتماد کردم پشیمونم نکرد. هیچ وقت کنترلش نکردم و هیچ وقت هیچ چیزو به روش نیاوردم. الان 20 سالی از زندگی مشترکمون میگذره. تمام برنامه‌های عقب افتادم و دوباره اجرا کردم. خونمو عوض کردم. دخترم 17 سالش بود که دوباره آبستن شدم و یه برادر براش آوردم. کارمو خیلی کم کردم. بیشتر مسئولیت‌های زندگی رو دوش افشین گذاشتم. پسرم الان 3 سالشه و تمام دنیای ما شده. البته خدا به سختی و خیلی دیر پسرمو داد. افشین لحظه به لحظه کنارم بود. اینقدر نگرانی داشت که بعد از فارغ شدن من رگش گرفت و آنژیو کرد. خدا رو شکر خوب شد. امیر 2 سال پیش با خانوادش رفتن استرالیا. 1 سال بعدش موقع کایت سواری از دنیا میره. از فرنوش بیخبرم. با تمام دوستانمون که مجرد بودن دیگه هیچ ارتباطی ندارم. بیشتر زمانمو با خانوادم میگذرونم. پدر و مادرم دیگه هیچ وقت در مورد اون موضوع ازم سوال نکردن. بعضی از اوقات که با افشین تو خوشی هستیم یهو بهم میگه منو بخشیدی؟ منو بخشیدی؟ الان احساس خوشبختی میکنم. همیشه از همسرم میپرسم از من راضی هستی؟ همیشه با منطق مشکلاتمو برطرف میکنم. بعدم فهمیدم آتنا بعضی چیزا رو بهم الکی میگفته. علتش هم این بوده که مثلا من ناراحت نشم. ولی نتونستم قبول کنم و کاملا ازش دور شدم. شیما رو بخشیدم و دورا دور ازش خبر دارم. بقیه رو هم بیشتر پیگیری نکردم چون فایده ای نداشت. دوستای عزیزم این داستان تموم شد اما یه نکته رو باید بهتون بگم. این داستان رو الان تاریخش رو نگاه میکنم 28 ژانویه 2020 برای من ارسال کردن. یعنی تقریبا 8 بهمن سال 98 و من این داستان رو توی پیجم گذاشتم که اگر الان سرچ کنید اسرار دل پیج من رو با نام صفورا برای شما بالا میاره. لینک پیجم رو توی دیسکریپشن میذارم که برید ببینید. این داستان رو اون موقع برای من ارسال کردن و من الان دیگه اصلا به اون خانم دسترسی ندارم ولی امیدوارم الان که داستانش رو آوردم و توی یوتیوب قرار دادم راضی باشه و زندگی خیلی خوبی کنار همسرش داشته باشه. من قضاوت نمی کنم اما نظر خودم اینه که اگر یک بار یک نفر رو بخشیدی اشتباه کردی و اون دوباره تکرار میکنه. این نظر شخصی منه و اینکه افشین دوباره تکرار نکرد علتش این بود که تمام زندگیش دست همسرش آیسان بود وگرنه دوباره تکرار میکرد. بازم میگم این نظر شخصی منه. نظر شما چیه؟ ممنون و تا داستان بعدی فعلا.